10مین روز فستیوال رو داریم پشت سر میذاریم و امروز روز ایرانیان انگلستان و روز تجارت، کار و تولید هستش. قراره که در خدمت یکی از دوستانمون باشیم. نمیدونم مهمون برنامه تشریف آوردن آقای محمدی. سلام. درود بر سلام، من شما. اینجا هستم. حال شما خوبین؟ سپاسگزارم، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون، برنامه فستیوال پرشین اوارز. البته من هنوز تصویر شما رو ندارم. دوستان من پشت. شما رو دارم و آها، تصویر الان منم شما اینجا رو هست. دارم. خیلی خوش اومدین. خیلی خوش خیلی اومدین به ممنون. برنامه ما. زنده متشکرم. باشین. خب آقای محمدی، لطفا خودتون رو برای بیننده‌های ما معرفی بکنید و راجع به خودتون توضیحاتی بدین تا بیشتر با شما آشنا بشن. مرسی. اول از شما تشکر کنم از پرژین اواردز که همیشه خیلی فعال هستید در حمایت و حتی خبررسانی ایونت های هنری دیگه به غیر از کارهای خود پرژین اواردز. من خودم به بله. شخص تشکر و قدردانی میکنم. من زنده هم باشین. در واقع مدیر گروه هنری موجنو در تورنتو هستم که حدود 25 ساله در تورنتو به عنوان منتقد فیلم، فیلمساز و در واقع برگزار کننده ایونت های سینمایی فعالیت داشتم تا به امروز. درود بر و خب شما. خواهش میکنم. یکی از در واقع دغدغه‌های من برای اینکه اصلا این کمپانی موجنو رو در تورنتو 2004 به طور رسمی راه اندازی کردم این بوده که چون حوزه من سینماست و همیشه دوست داشتم که بتونیم فرهنگ سینمایی رو در جامعه ایرانی در خارج از ایران بتونیم ارتقا بدیم. بله. برای اینکه من معتقدم که سینما فقط یک سرگرمی نیست. سینما یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگسازیه و درسته. امروز یکی از مشکلات جامعه ایران همین مسئله فرهنگ، یعنی فرهنگ سازیه. ما با یه فرهنگ بالا، با یک در واقع ظرفیت گفتمان میتونیم خیلی از مسائل و مشکلاتمون رو به راحتی حل بکنیم. خب ابزارهای مختلفی هست و من سینما رو یکی از این ابزارهای مهم میدونم و همیشه یه مثالی میزنم از خود سینما. محسن مخملباف یه فیلمی داره به نام ناصرالدین شاه اکتور سینما. یه سکانسی داره که ناصرالدین شاه به امیرکبیر میگه سینماتوگراف چیه؟ میگه اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت هرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه. من با این نیت در واقع با این شعار شروع کردم. خواهش میکنم. شروع کردم به این که بتونیم در تورنتو کارگاه های آموزشی سینما گذاشتیم با بزرگان سینما. ما اینجا با اصغر فرهادی، خانم معتمدآریا، رضا کیانیان، با خیلی جعفر والی و خیلی های دیگه تونستم اینجا این ورکشاپ ها رو بذارم. بعد یکی از مراسماتی که امروز هم میخوام راجع به اون صحبت بکنم، مراسم بزرگداشت از بزرگان سینمامون در زمانی که در قید حیات هستن. من اینو از 25 سال پیش در واقع شروع کردم، این فرهنگ تجلیل و تقدیر از بزرگان در زمان حیاتشون، نه وقتی از دنیا رفتن. ما جامعه‌ای بودیم، حالا داره امروز بهتر میشه، جامعه‌ای بودیم که همیشه به هر حال مرده پرستی بیشتر غالب بوده تا اون که در زمان حیات آدم ها ازشون قدردانی بکنیم. ما شروع کردیم، اولین بزرگداشتم با آقای بهروز وثوقی، اولین بزرگداشتی بود که 2007 با حضور ایشون در تورنتو ما گذاشتیم و این اصلا در اون زمان خیلی هم میگفتن بزرگداشت یعنی چی؟ مثلا طرف یه
بعد مثلا بلیت بخره بیاد برای چه منظوری، نمیدونستن واقعا تجلیل یعنی چی، یعنی عمق این داستان رو. ولی امروز خدا رو شکر خیلی بهتر شده، خیلی خوشبختانه داره این فرهنگ خیلی جا افتاده و ما امروز در واقع داریم میخوایم راجع به این بزرگداشت که برای خانم رخشان بنی اعتماد ما 26 مارس چهارشنبه در تورنتو خواهیم داشت ساعت 7 تا 10 شب با حضور ایشون. خیلی هم عالی. فیلم قصه ها رو نمایش میدیم، آخرین کار خانم بنی اعتماد، و تعدادی از هنرمندان میان صحبت میکنن راجع به خانم بنی اعتماد و خود ایشون هم در آخر در مراسم صحبت خواهند کرد و برنامه‌های متنوع دیگری که در واقع همه در حوزه سینما و تجلیل از ایشون هست. خیلی هم عالی آقای محمدی، چقدر جالب بود اینکه من خودم از ابتدا علاقه زیادی به فیلم و بازیگری و اینا داشتم، چون توی این وادی هم بودم توی ایران که بودم و الانم توی استانبول دانشجوی سینما هستم و خیلی خوشبختم، خیلی خوشحالم از اینکه با شما دارم صحبت میکنم، از اینکه که دنیایی از تجربه با خودشون دارن و این با مایه بسی افتخار هستش برای من ایرانی که عزیزی مثل شما در کشورهای دیگه دارن فعالیت میکنن و همچون شما هم زیاد هستن. به نکته اشاره کردیم، حالا نمیدونم عزیزان ما تایم رو به من دادن، ما وقت خیلی کوتاهی داشتیم الان اعلام نکردن. من یه چیزی عرض کنم خدمت شما، من خیلی موافقم با این کلام شما که البته گفتن صحبت آخر دیگه من جمعش کنم، با این صحبت شما کاملا موافق هستم و خواهش میکنم از تمام کسایی که دارن صدای من رو میشنون که واقعا عزیزانی که دارن فعالیت‌های هنری و فرهنگی میکنن و کلا کسانی که دارن فعالیت میکنن، چه بسا خوب هستش که وقتی که اونها هستن و دارن فعالیت میکنن ما حواشون رو داشته باشیم، نه اینکه بعد اینکه رفتن براشون مراسم ترحیم بگیریم و بزرگشون بداریم. متاسفانه وقت برنامه خیلی کوتاه آقای محمدی، وگرنه خیلی بیشتر در خدمت شما بودیم. خیلی ممنونم از اینکه افتخار دادین و مهمان برنامه ما شدین. بهترین رو براتون آرزو می‌کنم. منم تشکر میکنم از همه شما، سارا خانم، نیلوفر و خود شما و پرژن اواردز. ان شاءالله در استانبول شما رو میبینیم. آمین. خیلی خوشحال شدم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خدا. سپاسگزارم.